دوستان امروز اومدم کوچکترین کشور جهان رو بهتون معرفی کنم، یعنی تقریبا 100 متر. خب اینی که میبینید کوچکترین کشور جهان، اونم پرچمشه. خب اینجوری این اتاق خوابشه، این دستشویی، اینم آشپزخونهشه، اینم کتابخونهشه. خب آقا اومدن باش مصاحبه میکنن. در سال 1960 این داشمون بنگش تموم شده، از اسرائیل پا شده رفته وسط اقیانوس. آره یه کشور زده به نام بنگلا بنگی. خب آره اینم یه نمای دیگه از این کشوره که فکر کنم خیلی کشور گنده‌ایه، همه ازش حساب میبرم. دوستان نظرتون راجع به این کشور چیه؟ نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید، لایک هم بکنید، سابم بکنید که سابسکرایب کنید که حتما داریم 200 میشیم. اینم صاحبان این کشورن. خب و اینم رئیس جمهوره. آره